به نام خداوند جان آفرین، حکیمی سخن اندر زبان آفرین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعتکاف در خواب. اعتکاف بسیارتر برای مردان خاص است که بعد از 20 روز گذشتن ماه شریف رمضان در 10 روز آخری آن اعتکاف می نشینند. و اعتکاف در خواب چه تعبیر دارد؟ در خواب اعتکاف نشستن به جای و منزل اعتکاف نشسته وابستگی دارد. رفت و اعتکاف در مسجد صورت گیرد، شخصی چنین خواب دیده کارهای نیک را به انجام می رساند. احرام بستن در خواب شهادتی آن را دارد که شخصی چنین خواب دیده از جماع و گناه خودداری می نماید. بیماری پوست در خواب بایگری با راه شبهناک به دست آورده شده است و شخص خواب دیده برای آن پاسخ گفتنش لازم می آید. آیت های قرآنی. در خواب شنیدن آیت هایی که نفر از گذشتگان انسان تلفظ می کند نشان دهنده آن است که شخص فوت دیده به لطف و مهربانی الله میسر گردیده است. رفت و مضمون آیت ها عاید جزا و گناه انسان باشد، پس این نفر به غضب خداوند گرفتار گشته است. آیت های پند و نصیحت انسان را از صادر نمودن اعمال نادرست هشدار می سازد. قرائت قرآن در خواب نشانه احترام، خوشنودی از الله و غالبیت است. نفر بیماری که در خوابش قرائت از قرآن میکند شفا مییابد. نفری که در خوابش کتاب قرآن را پاره میکند آن نفر بی ایمان است. رفت و نفر در خواب موافق فرموده قرآن عمل کند و در بیداری از چنین اعمال دست کشد، پس ایمانش ضعیف است. در خواب در دست خود قرآن را قپیدن معنای از خود نمودن دانش و قدرت را دارد. رفت و نفر بیمار قرآن را خواب ببیند شفا مییابد. در چنین خواب آیتی را که میشنوید آیت مهربانی و شفقت باشد، پس خبری خوش میشنوید. رفت و آیتی در خواب شنیده هشدار از جزا گرفتن باشد، پس چنین خواب هشدار کننده ای آن است که شخص خواب دیده گناه صادر میکند و او را جزای انتظار است. چنین خواب دعوت به شستن گناه های انسانی است که در گناه غوطیده است یا هنوز هم به راه خطا می رود. نفری که در خوابش قرآن را برا و زیبا قرائت می کند در همه کار موفق می گردد. در خوابی که قرآن در نصف روز قرائت می شود معنای آن را دارد که این نفر برای درست ره سپار است. نفری که قرآن حرفهایش را نافهم و مطالعه می کند برای گناه های صادر نموده خود توبه و ندامت می کند. قرائت قرآن در خواب شهادتی آن را دارد که شخص قرائت کننده از افراد بی ایمان محافظت کرده می شود. اگر نفر خواب ببیند که قرآن را زیر سر خود مانده خواب می رود، این نفر به عملهای ناروا دست می زند. قرآن را به دست راست گرفتن در خواب به نیکی است. به کسی که به قرآن نیکی است و کسی که قرآن را از کار پشیمان شدن است. شخصی که در خوابش در لباس خود پاره های از قرآن نوشته شده را می بیند، این نفر دینداری سخت خیلی مذهبی است. رفت و نوشتجات در دست چپش باشد، پس این نفر به اعمال بد دست می زند. نفر بی ایمان را در خواب با کتاب قرآن یا کتاب دیگری عربی خواب دیدن معنای پیش آمدن نابراری را دارد. شخصی که در خوابش قرآن را می گیرد و مطالعه نمی کند به نزدیک صاحب میراث می گردد. نفری که در خوابش قرآن دستنویس را مطالعه می کند معنای آن را دارد که این نفر حکمت کتابی مذکور را از خود نموده همزمان شهرت، دانش و ایمان به دست می آورد. اگر نفر در خواب نامه قرآن را خریداری نماید، پس دانش دینی این نفر افزون گشته فایده به دست می آورد. در خواب نامه قرآن را فروختن از دست دادن ایمان و به گناه دست زدن را معنی داد می کند. دزدیدن قرآن در خواب فراموش کردن دعا و نماز است. اگر نفر در خواب ورقه های قرآن را با دندان می خاییده باشد، این نفر برای مهنت خود مبلغ زیاد طلب می کند. نفری که در خوابش قرآن را در گل یا صدف را بردار می کند، این نفر فرموده های این کتاب مقدس را آزادانه و از نگاه خود تفسیر می نماید. در روی زمین نوشتجاتی را از کتاب قرآن خواب دیدن معنای آن را دارد که شخصی چنین خواب دیده بدین و ایمان است. ذکر خداوند. نفری که در خوابش ذکر الله را می کند و در اصل چنین عمل خاصی او نیست،
پس گرفتار بیماری و غم میگردد و از خداوند مدد میطلبد. رفت و در این اسنا سخن ابله نگوید، در حال ناگوار ماندن شرمنده می شود. اگر در خواب ذکر و قرائت قرآن را شنوید، بینایی که در این موضع قامت می افرازد، مستحکم بودنش از تا کدام اندازه درست قرائت شوید وابستگی دارد. رفت و در قرائت قرآن غلط سر زده باشد، خواب عملی نمی گردد. نفری که در خواب هنگام قرائت قرآن به غلط راه می دهد، دشمن خود را غالب می آید. این بود باز هم یک چند مسائل تعبیر خواب که بیان نمودیم و شما خواب میبینید که پیروی به این هاست و اما در اینجا نیست، کامنتر هم میکنید، انشاءالله به خواست الله سبحانه و تعالی جواب میگردانیم. باقی سربلند و